به نام خدا و سلام. به این قسمت از اپل باز خوش اومدید. این هفته هم با یک نکته در مورد سفری در خدمتتون هستیم. البته این نکته فقط در آیپد و فقط در حالت افقی قابل استفاده است. برای فعال کردن حالت اسپلیت ویو دو راه وجود داره. روش اول اینه که تب مورد نظرتون رو به یکی از دو طرف تصویر بکشید تا حالت اسپلیت ویو فعال بشه. و برای خروج از این حالت هم کافیه که یا اون رو به سمت مقابل ببرید و یا همه تب‌های یک سمت رو ببندید. روش دوم اینه که دستتون رو روی لینک دلخواه نگه دارید و بعد گزینه Open in Split View رو انتخاب کنید. و البته در حالتی که اسپلیت ویو فعال هست میتونید هر تب رو به سمت مقابل هم انتقال بدید و یا یک لینک جدید رو در همون سمت یا سمت مقابلش باز کنید. امیدوارم این نکته به کارتون بیاد. پیشنهاداتتون رو از ما دریغ نکنید و با ما همراه باشید. هر یک شنبه همینجا در اپل باز.